سلام و درودی خوش نثارتان همدیاران، دوستان و استادان عالی قدر. بنده هلالی ثور هستم و خواستم اینجا شعری را از شاعر سینای ابوعلی بهر شما قرائت کرده باشم. جهان روزی ز چنگالی وبا آزاد می گردد. جهان روزی ز چنگالی وبا آزاد می گردد. مصیبت کوج می بندد، بشر دلشاد می گردد. با کابل غنچه می خندد، دمشق از عشق گردد پور. هدفهای جهان خواهان همه برباد می گردد. هدفهای جهان خواهان همه برباد می گردد. هزار و یک بلا گم می شود از دامن دنیا. دوباره شهر افسانه همان بغداد می گردد. دوباره شهر افسانه همان بغداد می گردد. نمی ماند نشانی ایز شیخ و ینکی و آخوند. جهان بی سرحد و بی رنج و استبداد می گردد. یراق قتل عام دشمنی سیاره سرسبز. یراق قتل عام دشمنی سیاره سرسبز به حکم خلق دنیا محو از بنیاد می گردد. میان مغرب و مشرق مراسا می شود داور. به فردا کار آدم ها فقط ارشاد می گردد. مهاجر ای وطن پزمان مشو محزون، رسد روزی وطن هم کار بخشا و دوچند آباد می گردد. محل بازی زی تنهایی به وحدت می شود تسلیم. هوس باغ دل مردم پر از شمشاد می گردد. غم و اندوه می افتد به زندان فراموشی. لبان مادران پرخنده بی فریاد می گردد. عدالت دست بالا و محبت می شود بسیار. دل هر کس در این دنیا مکانی داد می گردد. رسیدن بر هوس آسان شود بیشک به لطف حق. ندای آدمان دایم مبارک باد می گردد. ندای آدمان دایم مبارک باد می گردد. جهان روزی ز چنگالی وبا آزاد می گردد. مصیبت کوج می بندد، بشر دلشاد می گردد. مصیبت کوج می بندد، بشر دلشاد می گردد.